بسم الله. صفت نماز یعنی طرز گزاریدن نماز چگونه ای که در سنت وارد شده است. بعد آنه که ای بنده الله وضو را کامل نمودی و چون به سوی نماز برخاستی که برخاستن قیام در نماز این رکن است، راست ایستادن و نیت نمودن که محل آن قلب است و به زبان گفتن آن شرط و ضرورت ندارد. ثانیاً طرف قبله راست ایستاده که این شرط از شرط های نماز است و ستره را در پیش خود گذاشته تکبیر میگویی که این را تکبیرات احرام میگویند، الله اکبر گفتن که این رکن هست و با همراهی تکبیر یا پیش از تکبیر یا بعد از تکبیر یا برابر تکبیر دستها را میبرداریم که این را رفع یدین میگن، برداشتن دستها، و در این هنگام دستها را تا کتفها یا بالاتر از کتفها یا نزدیک گوشها میبرداریم که همه این سنت است و ثابت شده است در حدیث های صحیح. سپس بعد تکبیر دست راست را در بالای دست چپ خود بر بالای سینه خود یا اندکی پایین تر میگذاریم یا گذاشتن کف دست راست در بالای پنجه دست چپ یا با پنجه دست راست قبضه کرده از بوجیلک دست چپ میداریم و هنگام قیام یعنی راست ایستادن به موضع سجدگاه خود نظر کرده سپس دعایی که از دعاهای پیامبر صلی الله علیه و سلم وارد شده را خوانده سپس استعاذه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و بسمله بسم الله الرحمن الرحیم گفته شروع میکنیم به تلاوت نمودن سوره فاتحه و در آخر آمین گفته و ضم سوره میکنیم. و هنگام قیام حرام است و ناجایز است که انسان سرش را به سوی آسمان بردارد و همچنین گردنش را پس و خم هم ننماید و به چپ و راست نیز نظر نکند و با وقار موضع سجدگاه خود را نظر نماید و بعد آنه که سوره را کامل کرد خواندن سوره را به اتمام رسانید تکبیر گویان دستان را برداشته به سوی رکوع می رود و هنگامی در رکوع قرار گرفتن دستان را بر زانو ها گذاشته میان خود را با سر همه یک جا برابر می کند و با دستان خود بر زانو ها تکیه می دهد که در رکوع سبحان ربی العظیم 3 مرتبه، 1 مرتبه واجب است، 3 مرتبه سنت است و میان خود را اینگونه راست نکردن سبب باطل شدن نماز بنده می گردد. یعنی باید میان راست بایستد، راست باشد با سر و همچنین آنچنان میان خود را خم هم ننماید و سر خود را نیز سرش را در حالت رکوع با میان راست کرده طرف بالا و پایان نیز نمی نماید و بعد ذکرها را نمودم سپس با آرامیش سرش را از رکوع برداشته سمع الله لمن حمیده گوید و دستان را می بردارد. سپس قائم راست ایستاده آرام گرفته ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد می گوید. سپس دستها را فراورده قامت را راست نموده این ذکر را هم می گوید ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه. سپس تکبیر گویان به سوی سجده می رود که اول زانوهای خود را بر زمین گذاشته در روایت دستان خود را بر زمین میگذارد که در این اختلاف اندک است. علما گفتند که اختیار دارد، دستا را میگذارد، زانوها را میگذارد. سپس دستان خود را بر زمین تکیه داده به سجده می رود و سپس جبهه خود را با بینی یک جا بر زمین گذارد، با 7 اعضای سجده به سجده رود، با جبهه چهره که بینی یک جا هست، هر دو دستان، هر دو زانوها و اطراف قدمها یعنی انگشتان. هنگامی در سجده بودن دستان خود را هنگامی گذاشتن بر زمین برابر با کتفها یا برابر با گوشها نماید و انگشتان خود را جمع نموده طرف قبله بگرداند. اعضای 7 گانه ذکر شده جبهه، با بینی، پنجه ها، زانوها، انگشتان قدمها را بر زمین می نهد و شکم خود را از زانوها و از زانوهای خود را از ساق به ساق نمی چسباند، یعنی از همدیگر بالا می کند
و قدم ها را با انگشتان طرف قبله نموده بر زمین محکم می دارد. با هم همچنین نزدیک کرده می چسباند و دستان خود را مثل نشست سگها بر زمین نگذارد و همچنین شکمش را بر زانو ها وران را با ساق پست کرده نچسباند و نرساند. سپس در حالت سجده سبحان ربی الاعلی یک بار واجب است و سبحان ربی الاعلی 3 بار سنت است. سپس تکبیرگویان سرش را از زمین برداشته بالای قدمهای چپ نشسته آرام میگیرد. سپس دست راست را در بالای ران پای راست و دست چپ را در بالای پای چپ میگذارد و سپس این ذکر را میگوید ربی غفر لی، یعنی بین سجدتین. سپس باز به سجده رفته آن قول و عملهایی که در سجده اول انجام داده بود تکرار میکند. یعنی سبحان ربی الاعلی گفته. هنگام سجده رفتن جبهه و بینی خود را یک جا بر زمین میگذارد، نه اینکه اول جبهه دوم بینی را یا که اول بینی دوم جبهه را. سپس تکبیرگویان از جایش برمیخیزد به رکعت دوم و آنچه که در رکعت اول تلاوت کرده بود خوانده بود در رکعت دوم نفس همان چیز را انجام خواهد داد، مگر اینکه دعای استفتاح را در رکعت دوم دیگر نمیخواند، در اینجا خوانده نمیشود و سوره کوتاه‌تر را نیز تلاوت می نماید و در رکوع نیز همچنین سبحان ربی الاعلی گفته از رکوع برخاستن مثل رکعت اول انجام می دهد و هنگام نشستن در تحیات در تشهد بر بالای پای چپ نشسته قدم پای راست را با انگشتانش طرف قبله نموده پنجه دست راست را بر زانوی راست و پنجه دست چپ را بر بالای پای چپ یا که زانوی چپ میگذارد و سپس انگشتان دست راست را قبضه نموده انگشت سبابه را میبردارد و در رکعت سوم و چهارم نیز از نمازهای 3 رکعته یا که از نمازهای 4 رکعته در تشهد آخر در نمازهای 3 رکعته 4 رکعته در رکعت اخیران یعنی در اتحیات اخیرانش هنگام نشست متورک می نشیند، یعنی قدم چپ را بر زیر ساق قدم راست گذاشته و انگشتان قدم راست را طرف قبله نموده مثل تشهد اول صلوات درود میفرستد. این است که قدم چپ را در زیر ساق قدم راست گذاشته انگشتان طرف قبله نموده با مقعد خود بر زمین می نشیند. در این حالت اتحیات را خوانده درودها را خوانده یگام دعای دیگری که از رسول صلی الله علیه و سلم ثابت شده است دعا کرده سپس طرفی راست السلام علیکم و رحمت الله گفته سلام می دهد و سپس به طرف چپش همچنین السلام علیکم و رحمت الله گفته طرف چپ سلام می دهد. این است خلاصه صفت گزاردنی یا که طرز گزاردن نماز.